خیلی فکر میکنن شکستگی همون جاییه که از هم جدا شده، ولی در اصل واقعیت از خیلی قبلتر شروع شده. وقتی یه قطعه روی میز کار من میاد، فقط اون نقطه‌ای که شکسته رو بررسی نمی‌کنم. همیشه چند میلیمتر اونورتر، چند سانت اونورتر رو نگاه می‌کنم، چون این شکستگی از یک جایی سرمنشأ گرفته. مثلا یه انگشتر از قسمت اتصال شکسته، ولی وقتی با دقت نگاه می‌کنی، می‌بینی که این قسمت طی سال‌ها نازک شده. یا بر اثر فرسایش فلز، یا بر اثر فشار، به هر حال اون نقطه مقاومت خودش رو از دست داد. شکستگی معمولا یه اتفاق لحظه‌ای نیست. یه فرایند تدریجیه. فلز به مرور زمان بر اساس فرسایش، ضربه‌های ریز، فشارهای متعدد، مقاومت خودش رو از دست میده و از یک نقطه‌ای دچار شکستگی میشه. برای همین یه تعمیرکار خوب دنبال جوش دادن اون نقطه شکستگی نیست، دنبال پیدا کردن نقطه‌ایه که مشکل از اونجا شروع شده. چون وقتی ریشه مشکل حل میشه، قاعدتاً تعمیر ماندگارتری رو شما خواهی داشت. ترک‌ها معمولاً از هر جایی شروع نمیشن، از نقاطی شروع میشن که تمرکز تنش روی اون نقطه است. شکستگی معمولاً از جایی که میبینیم شروع نمیشه، بلکه تو اون نقطه خودش رو نشون میده. تو قسمت بعد بهتون میگم که شکستگی بیشتر از چه نقاطی و به چه دلیلی شروع میشه. با من همراه